ما امروز به مقبره تیمورشاه یا به پارک تیمورشاهی آمدیم و اینجا یک ارزان بازار ایجاد شده است. میخوایم برای طویل مدت کار بکنیم. بعد از اینکه در روز تمام شد تصمیم داریم در عید قربان بخیر ارزان بازار ایجاد بکنیم و هر یک ماه 20 روز تصمیم داریم که ارزان بازار باید ایجاد شود. این محصولات ما که میبینین ما خودمان فارم داریم در خودی بدخشان است. اینجا اصلا ما که میبینیم از راغ بدخشان اونجا ما میاریم دیگه. میوه خشکمان پروسس بادام چیزا از سمنگان میکنیم و چهارمغز چیزا هم از فیض آباد. انگیزه باعث از این شد تا شما بیاین اینجا در این نمایشگاه غرفه بگیرین؟ رسانه‌های که صدای از مورد مقام بالا میرسن. خانمان نیم پیکر جامعه است. خانم باید حمایت شه. خانم از این کار دستیش تقدیر شه تا نشه که یا بخی بر از بین دیگه از کسی حمایت نکنه. از دوستان میان که مال شما قیمت تر است به در بازار که است در کراچیگاه که انداخته او مال ضعیف است و کنه شده. هموطنان عزیز دوست داشتنی، سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که خوب صحتمند و سر حال باشین. باز هم در یکی دیگر از برنامه هدف میدیا امید بکتاش در خدمتتان هست و دوستا قسمی که میفهمین آمد عید هست و همه هموطنان عزیز ما مجبور هستند که لباس و میوه خشک اینا باید خریداری بکنن. از یک طرف بیکاری و مفلسی، از دیگر طرف این واقعا مشکل هست. ولی ما امروز به مقبره تیمورشاه یا به پارک تیمورشاهی آمدیم و اینجا یک ارزان بازار ایجاد شده است. در این ارزان بازار از الف تا یا هر چیزی که ضرورت داشته باشین میتونین که به قیمت ارزان پیدا بکنین و خریداری بکنین. میوه خشک است، لباس است، هر اون چیزی که ضرورت داشته باشین اینجا موجود هست. میتونین با قیمت مناسب خریداری بکنین و مصرف بکنین. و یک ویژگی خیلی خوب از این بازاری است که بخش جداگانه کاملا برای خانم‌ها و همچنان آقایان مد نظر گرفته شده است. یعنی دختر خانم‌ها هم میتونن خیلی راحت بیاین از همون بخشی که برای دختر خانم‌ها هست میتونن برن دکانداراش تمامش خانم‌ها هست خریداری بکنن. ما هم میریم دوستا ایستا تا مسئول نمایشگاه را پیدا بکنیم، بیشتر با خودش صحبت بکنیم در مورد این نمایشگاه و اینکه چه انگیزه باعث عزیزی شد که بیاین این نمایشگاه را ایجاد بکنن. در ادامه هم صحبت‌های با دکاندارا هم می داشته باشیم. ما را همراهی کنین دوستا. دوستا در کنار عبدالصادق آشوری هستیم، مسئول ارزان بازار. میخوایم بیشتر با خودشان صحبت بکنیم در مورد ارزان بازار و همچنان چی ویژگی هایی داره، چی ویژگی داره از زبان خودشان بشنویم. سلام، خوب هستین؟ سلامت باشین. خیلی ممنون. شما خوب هستین؟ خیلی سلامت باشین. خیلی ممنون از شما. میشه اول برای دوستا در مورد ارزان بازار که معلومات بدین که چگونه یک بازار هست، کدام جنسا رو میتونین اینجا پیدا کنین؟ تشکر، خوش آمدید میگم برای شما و یک تبریکی یا مبارک برای ملت غیر افغانستان که خوشبختانه ما تونستیم یک ارزان بازار ایجاد بکنیم. چون وضعیت اقتصادی مردم روز به روز ضعیف شده میرفت. تولید کننده ما هم سرگردان بودن و مصرف کننده. ما خواستیم از تولید و مصرف یک برنامه را داشته باشیم که خوشبختانه بسیار خوب بود و استقبال شد از طرف کارخانه‌داران و از طرف مراجعین ان شاء الله. خب بسیار خوب، بسیار خوب. میشه در مورد مدت بازار بر دوستا بگین؟ بر مدت چقدر وقت هست؟ از تاریخ امی که 21 رمضان است تا اول عید. اول عید ان شاء الله ادامه داره برنامه. یعنی اول عید هم دوستان میتونن بیان اینجا محصولات خریداری بله بله بله. یک چیز دیگه که دیدیم تمام جای را با لایت‌ها تزیین کردین، فکر میکنم از طرف شب هم فعالیت داره. بله بله بله. شب که میشه معمولا افغانستان اگه متوجه شده باشین شب آخر عید همه خرید میکنن. به مو خاطر تصمیم داریم که شب آخر باشیم تا آخر. یعنی در اوایل نه شاید چند شبی که با عید بانه باز بله بله. محصولات که اینجا هستن تمامش محصولات افغانی هست یا محصولات
خارجی را آورده اینجا به فروش میرسونند؟ نه خیر، نه، محصولات مختلف است. بیشتر از تولیدات خود افغانستان است. چون اونا تولید کننده معمولا وقتی تولید میکنن اینا جنس خود میدن به نمایندهشان، نماینده میده به عمده فروش هم به دکاندار. این سه بخش فایده میگرفتن، بعد میرسید به دست مشتری. ما به اون خاطر خواستیم که فقط تولید کننده محصول خود برای مشتری برسانه و یک مفاد بسیار خوب برای خود کارخانه میشه و برای خریداران، برای مشتریشون. یعنی شما دو سه واسطه از میان حذف کردین، مستقیم جنس از کارخانه برای مشتری میتین. بسیار خوب. جنسی که اینجا به فروش میرسونه شما گفتین ارزان بازار هست. نسبت به بازار یک تخفیف بند نظر گرفته شده است یا مو جنسی را که در کارخانه برای مشتری، برای مو دکاندار یا کسی که ازشون خریداری میکرد او قیمت را برشون نه خیر، نه، کارخانه دار جنس خود از وقت توزیع میگن نماینده مفاد میگرفت، عمده فروش مفاد میگرفت و مفادا کات شده. ما به خاطر ارزان بازار اسمش گذاشتیم که یعنی ارزان میتونن خرید کنن. قیمت کارخانه میتونن. بله. نرخ را شما چگونه کنترل میکنین که این نرخ واقعا به اون نرخ سودا میشه یا اینکه بعضی دکاندارایتان قیمت‌تر از اون سودا میکنن؟ بسیار سوال جالب کردین. واقعا ما امروز کارخانه‌دارا که صحبت کردم، اونام چون از همین ملت افغانستان هستن، اونام تعهد کردن که ما این کارو میکنیم. حاضر هستیم که ارزان بدیم برای ملت افغانستان که هم جنسشون شناخته شود و هم ملت ازش راضی باشن. واقعا کدام پروسه به خاطر کنترل نرخ هم هست اینجا؟ بله. از طرف شورولی کابل هم هست. دیگه خودمون یک نظارت داریم ان شاء الله. خب ببین دوستا خوب است نظارت میشه. تمام جنس ها ارزان هست، از هم کرده شاید ارزان‌تر براتون به فروش برسه. چی پلان دارین به خاطر آینده ها، به خاطر مثلا ایدی که دیگه که پیشروی داریم؟ آیا همشون نمایشگاه ها و بازارها را برگزار میکنین یا در وسط یا میان کدام بازاری دارین همچون بازار؟ ان شاء الله بله. اصلا ما که میخوایم برای طویل مدت کار بکنیم، بعد از اینکه در روز تمام شد تصمیم داریم عید قربان هم بخیر ارزان بازار ایجاد بکنیم و هر یک ما 20 روز تصمیم داریم که ارزان بازار باید ایجاد شود. نه تنها در باغ بابر، بعد چندین مناطق دیگه تصمیم داریم که این کار بعداً صورت بگیره. یعنی پروسه طولانی مدت هست و هر یک ماه بعد برگزار میشه. بله 20 روز یک ماه ان شاء الله برگزار میشه. بخیر سلامت باشین. خیلی ممنون از شما. خوش شدم. تشکر از شما. لطف کردید. بخیر باشین. سلامت. خیلی ممنون از شما. خب دوستان هم آمدیم به بخش زنانه و میخوایم که یک گزارش از اونجا براتون تقدیم بکنیم. برید داخل ببینیم که چه چیزهایی اینجا هست تا بتونن دوستا بیان خریداری بکنن. و یک خوبیشی است که دوستا بخش زنانه کاملا جدا هست، دروازه جداگانه هم داره که خیلی راحت میتونن بیان اینجا تمام اجناسی را که لازم دارن میتونن خریداری بکنن. ما هم بریم داخل ببینیم که چه چیزهایی اینجا پیدا میشه. دوستا قسم در اول هم یاد کردیم یکی از ویژگی خوب این نمایشگاهی است که بخش خانم‌ها کاملا جداگانه هست و دختر خانم‌ها میتونن بیان خرید بکنن. ما هم آمدیم سر میوه خشک میخوایم با این دوست ما صحبت بکنیم در مورد قیمت‌های از اینا و همچنان در مورد کاروبارشان. سلام، خوب هستین؟ سلامت باشین، خوش آمدین. بخیر و سلامت باشین. اول نامتون بگین برامون. خاطره راسخ هستم از ولایت تخار. خاطره جان، اول کم بر دوستا در مورد این نمایشگاه بگین که بر مدت چند روز هست، شما چند روز می باشین و بعد در مورد محصولاتتون. این نمایشگاه برای 10 روز است. از اول 20 رمضان گفته بودن که آغاز میشه. باز چیز یک روز بعد به خاطر که چیز دوستا زیاد تقاضای دوستا به خاطر غرفه زیاد بود، باز یک روز به توقف افتاد. فکر کنم برای 10 روز است نمایشگاه. نمایشگاه برای 10 روز هست. الان در مورد کم محصولاتتون بگید که چطور شما این همه محصولات را نسبت به بازار ارزان‌تر سودا می‌کنید؟ این محصولات ما که می‌بینین ما خودمان فارم داریم در خود بدخشان است. اینجا اصلا ما که می‌بینیم از راغ بدخشان اونجا ما میاریم. دیگه میوه خشکمان پروسس بادام چیزا از سمنگان می‌کنیم و چهارمغز چیزا هم از فیض آباد. دیگه تمامش دیگه از خودتان آوردین از فرآورده های خودتان؟ بله. اینجا چیز می‌بینین این کلچه را که به خاطر آماده کردیم. دیگه این محصولاتی که فعلا نواری کردیم در بخش کلچه و چیزا هست. این کلچه دیگه تمامش خودتان پخته کردین؟ بله خودمان اینا رو پخته کردیم. چقدر مقبول هست دوستا؟ قیمت از اینا چقدر هست؟ به اساس دانه می‌فروشین اینا را به اساس کیلو می‌فروشین؟ به اساس اینمی پاکتایش سودا می‌کنیم 1.5 ساعت فروشات می‌کنیم. چقدر وزن داره؟ نیم کیلو است. نیم کیلو 650 کنیم.
چهارمغز هم 450 افغانی نرخ زده. نه 1 کیلو هست، نیم کیلو هست، چقدر است میشه؟ 600 گرم است. 600 گرم است. بازو تخفیف میتیم. برای از اون قیمتای من ثابت نیست. قیمتا ثابت نیست. هنوز هم میشه 200 اگر آمدین نه میتونین دگام چنا بسن اینجا دگام براتون ارزان میکنه. سلامت باشین. به خاطر از این بعض دوستا باز میگن ارزان بازار از بیا چنا نمیسنیم. نه دوستا چنا بسن دگام براتون ارزان. بله دقیقاً اون طرز قیمتای ما ثابت نیست. نه گفت خودتون در چیز که یک نرخ که یک بگویی دوستان نمیگیرن. نه چنا میزنن. باز به خاطر نرخای من ثابت چیز نمیکنیم. خب بعض دوستا میگن فکر میکنم میگه اگر یک چیز چنا نسنیم فکر میکنیم در جان ما زاده است. به اون خاطر. بله دقیقاً. بخیر سلامت باشین. خیلی ممنون از شما. خوش آمدین. سلامت. خب دوستای جا هم شیرینی هست. شیرینی های بسیار مزه‌دار است. اون رقمش فهمیده میشه و با این شیرینی ها میتونین شما تزیین دسترخوانتان را دو چند زیبا و مقبول بسازین در روزهای. بیاین با مسئولش صحبت بکنیم، پرسان بکنیم شیرینی ها ساخت وطن هست از جای دیگه آوردن چگونه هست. سلام، خوب هستین؟ سلام علیکم. سلام بر شما، سلام به تمام بینندگان و مخصوصا بر خانم‌های افغانستان. بخیر سلامت باشین. خیلی ممنون. اسمتان؟ اسم من شراره جلالی است. بسیار خوب. جلالی صاحب یک کمی در مورد این شیرینی‌ها بگین. شیرینی‌ها را خودتان ساختین از جای دیگه آوردین؟ نه خیر، نه اینا همشون ساخت خود ماست. از شرکت خود ماست. کلش تولیدات خود ماست. این شیرپیره است که خانگی است بسیار خوبش و یک شیرینی داریم که بسیار خاص است. این یک شیرینی بسیار خاص است که در خانه خود ما آماده ساختیم. چی نام داره اینا؟ این شیرینی است که خودم ساختیم دیگه، تا حال برش نام نماند. مشخص انتخاب نکردیم. نام انتخاب نکردیم. من تا شیرینی کاکاوی است. کاکائو و شیر و مغزیات است. بسیار یک شیرینی مزه‌دار است. بسیار خوب. من بار اول از همین چیز دیدم به او خاطر پرسان کردم. این کیک هم شما ساختین؟ بله، کیکام در خانه تیار کردیم. تمامش دیگه ساخت وطن خود ما از دست آورده خودت؟ بله یک معجون داریم بسیار یک معجون قوی که ساخت خانه است. بسیار محصولات بسیار خوب داره. این مثلا میوه خشک است دیگه، شیر است، امرایش یک دوای یونانی است که این برای تقویت جسم بسیار رول داره و بسیار فایده داره. بسیار عالی. در مورد قیمتاش هم بر دوستان میگین یا باشه واسه خودشون فهمیدن میگین برشون؟ نه خیر، نه قیمت ها همه چیز متفاوت است و مراعاتشان حتما میشه. قیمت ها ارزان است، فقط بسیار 1% کم که ما سرش اضافه میکنیم به خاطر که مصارف خدا بکشیم دیگه. برشان ارزان برشان تمامش دیگه سربای برشان است. بله نه سربای خود نه، یک کمک ما مصارف خدا. بله. خب بسیار خوب. قبل از این هم جای دیگه شما کار میکردین در خانه اینا رو تنظیم میکردین، چگونه بود است؟ اگر دوستان مثلا علاقمند باشه بعد از این هم بخواین خریداری بکنن از محصولات استفاده بکنه، باز یک آدرسی داشته باشه. بله ما خدمات آنلاین داریم. آدرس شرکت ما در سلیم کاروان است. سرک دوام سلیم کاروان است دیگه. اینمی چیزایی که میبینین کلش ما آنلاین خدمات داریم. میتونیم هر کس که فرمایش بده بر شهر نقطه کابل باشه برشان میرسانیم. بسیار خوب. این دوستا خوبی دیگه چی است که لازم نیست شما بیاین به آدرسشان، فقط تماس بگیرید اینا پشت خانهتان میاره. دین نمایشگاه باز نسبت به قیمتایی که آنلاین سودا میکنین چند فیصد تخفیف را بر دوستا من نظر گرفتین؟ 10% تخفیف بر دوستا میدیم. ای که آنلاین خدمات ارائه میکنیم بازو امو مصارف ترانسپورت نیمه سر خریدار میگیریم نیمه سر خود. به او خاطر یک ذره هزینه داشت بلند تمام میشه. بخیر سلامت باشین. خیلی ممنون از شما. سلامت باشین. تشکر. سلام، خوب هستین؟ علیکم سلام، شما خوب هستید؟ بخیر و سلامت باشین. نام مقبولتان چی است اول؟ آمینه مرزایی. بیبی آمینه. آمینه مرزایی، رئیس شرکت زنان پیشگام. خب بسیار خوب بسیار خوب. این اصل نفر پیدا کردیم رئیس را. در مورد این لباسا میشه اول بر دوستا کم بگوین که یا کار دست است، کار ماشین هست، از کجا هست اینا؟ بله مو تعداد یک 50 شاگرد داریم. اینا کار دست هم است، کار ماشین هم است. در خانه هم شاگرد داریم دیگه.
در چند سال کم تحولات آمده، تغییرات آمده دیگه مود خانه کار منیم شاگردات استفنجه و خاطر از مشکلات اقتصادی نرم منن دیگه کار دست کلگی زنم. جتاشون کار دست هست. کارتون دیگه شاید نسبت به چند سال قبل خیلی تغییر کرده باشه. خیلی دیگه مو اول یک مارکت داشتیم تعداد زیاد خانم‌ها 200 خانم هم تولیدی کار میکردیم هم دستیزی کار میکردیم. کرونا آمد، بعد از کرونا دیگه تحولات آمد، حالا بیخی دیگه کارا در مشکل کارا شاید بیشتر پرچم شده باشه. چه انگیزه باعث ازی شد تا شما بیاین اینجا در این نمایشگاه غرفه بگیرین و همچنان لباسایتان رو به نمایش بگذارین؟ بله دیگه مو میخوایم صدا خود در گوش رسانه ها و دونرا، اگر رسانه ها نباشه صدای از مور کس نمیشنه. رسانه ها یک صدای از مور در مقام بالا میرسن. خانما نیم پیکر جامعه است، خانما باید حمایت شه، خانما از این کار دستیش تقدیر شه تا نشه که یا بخی بر از بین دیگه از کسی حمایت نکنه. خواهش از من که دولت امارت اسلامی یک خانما را یک حقوق یک حق آزادی بده برایشی که پروژه زیاد آمده برای خانم‌ها دیگه خانم‌ها در کار شروع کنه ان شاء الله. بخیر سلامت باشین. میشه در مورد لباس‌های گند افغانی بگین که بیشتر کدام مردم از اینا استفاده میکنن؟ اینا را از کدام سمت هست؟ چیزای نوآوری کردم اینا تاجیکی است. خب بسیار دیگه گند افغانی داریم، هر نوع لباس داریم دیگه. مردمی انانات خود ما و شما است، باید خود ما و شما این از بین رای نکنیم. از انانات خود نه از لباس ترکی استفاده کنیم نه از لباس هندی استفاده کنیم. خواهش از من می که همه مردم از لباس و از انانات خود استفاده کنند. هم ارزان از دوستا و هم وطنی خودم. چقدر تخفیف را بر دوستا مد نظر گرفتین نسبت به خاطر همین آدم عید است ما تخفیف زیاد مد نظر گرفتم. هر کس که بیاید دیگه ما بخی 50% تخفیف 50%. یعنی در نصف قیمت دوستا میتونین یک لباس خوب از اینجا خریداری بکنین. چیز بخرید از این تخفیف ایجای دیگه. بخیر سلامت باشین. میشه بر دوستایی رم بگوین که تا حالا کسی آمده پیشتان مراجعه کرده چگونه از شما استقبال کردن از این کارتان؟ دیگه مو خودمون نآمدیم، اولین نفر شما هستید که از مو دید بازدید کردید. هنوز پیشتان کسی مراجعه نکرده؟ نه مالتان. بخیر سلامت باشین. من مطمئن هستم که دوستان میاین حتما از شما حمایت میکنن خریدن. دعوات قبول باشد برای مگی مردم افغانستانی. چی عید پیش تا پیش عید تبریک میگیم، عید فطر دیگه. تشکر از شما که صدای از مورد مقام بالا برسانید ان شاء الله که خانم‌ها این مال یک فاجعه انسانیه در خانه نان نه دیگه خیلی مشکلات ها داره خانم‌ها. خانم‌های بود کلا نانآور خانه بود اینا. اینا دیگه ایران شده مانده که از کجا کاربار دیگه. خدا مهربان چه که کاربار شروع شه. بخیر سلامت باشین. بیا خدا مهربان از همچین نمایشگاه بیشتر برگزار شوه و اونا هم رشد بکنن. بخیر سلامت باشین. شکر. بخیر باشید. خدا. سلام خوب هستین؟ سلام سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بخیر سلامت باشین. اول میشه بر دوستان نامتون بگین؟ شکریه شمس هستم. بسیار خوب شکریه جان. حالا در مورد محصولاتتان بگوین. اینجا خیلی چیزها را چیندین، تمامشون کار خودتان هست؟ بله تمامش کار خود ماست. خب بیاین اول از لباسا شروع میکنیم. پشت سر ماست. در مورد لباسا بگوین. کار دست هست، کار ماشین هست، خودتان اینا را میدوزین؟ تماما لباسا را خودمون میدوزیم. تمامش کار خودتان؟ بله. ما در کارخانه ما حدوداً 30 نفر کار میکنن. خب بسیار خوب. کارخانه دارین خیلی خود؟ بله 30 نفر کار میکنن. اینا تمامشون دیگه کار دست هست؟ کار دست هست. نه؟ یا کار دست هست. اول برای خانم‌ها آموزش میتیم. یاد که گرفتن باز برایشان پول میتیم میدوزن با ما. خب بسیار خوب. چطور است باز کاربارتان؟ فعلا خوب است دیگه. گزاره میشه. گزاره میشه امرایشان. اینا را باز نسبت به کارخانه تان شاید اینجا دیگه خیلی ارزان سودا بکنین برای دوستان. نه در هر دو نمایشگاه یک خوبی داره که تعداد بیشتری آدم محصولات ما را میبینه. بله. باز دکان ما که است فقط هم قسمت ساحه دکان ما میتونن ببینن. به خاطر اصلی که دوستا گفتن اینجاتر جایی که ما براشون صحبت کردیم گفتن ارزان بازار هست، ما براشون تخفیف بر دوستا مد نظر گرفتیم. قیمت عمده میتیم. مثلا ترشیای ما را همون قیمتی که به سوپرمارکت ها میتیم اینجا همون قیمت میتیم. خب چند فیصد تخفیف را مد نظر گرفتین؟ مثلا اگر در دکان پیشتان مراجعه بکنن یک قطعه ترشی را شما چند می‌فروشید؟ ترشی را 100 میدادیم، فعلا اینجا 80 میتیم. 20% تخفیف است. اینجا هم 100 نوشته کردین یا به خاطر از اینکه چرا بزنن؟ خاص دکان آوردیم دیگه. خب به خاطر از اینکه چرا بزنن. در مورد شیرپیره اینجا که از شیرپیره را باشه یک دانش همین طرف بیاریم بر دوستا. شیرپیره نخودی در مورد از اینا بگین. نام کار خودتان هست؟ شیرپیره نخودی هم به دو بخش کار میکنیم. کار اصلی ما در بخش لباس است.
وقتی که تغییرات حکومتی که آمد خب یک مقدار دیگه نمیشد با این گزاره کرد. به خاطر همیش در بخش غذایی هم کار شروع کردیم. خب بسیار خوب. تنها شیرپیره شما تولید میکنین یا دیگه محصولات هم هست؟ شیرپیره داریم، ترشی داریم، شکرپاره داریم و کلچه داریم. فعلا اون چیزای ما رو ناوردیم، انشالله از فردا. خب بسیار خوب بسیار خوب. در بین دو رقم شیرپیره گفتین کدامش زیاد باز مزه‌دار هست؟ هر دوش مزه‌دار است. او کارخانه شو داریم که در جوزجان است. بسیار خوب بسیار خوب. حلوای کنجدی، حلوای مغزی و شیرپیره. و این شیرپیره در اینجا در کارخانه کابل مجور میکنیم. بسیار خوب. قیمت شیرپیره باز چند است؟ قیمتی 80 افغانی. نه دوستا خیلی ارزان هست نسبت به بازار. این شیرپیره رو در بازار فکر میکنیم 120 افغانی بفروشیم. بله ما قیمت عمده میتیم اینجا. بله اینجا قیمت عمده است. دوستا میتونین بیاین مراجعه بکنین، خرید بکنین. خیلی ممنون از شما. بخیر سلامت. ما جای داره که یک تشکری بکنم از اتاق‌های تجارت و صنعت و معدن که این نمایشگاه بر ما فراهم کرده که ما بتونیم محصولات ما رو عرضه کنیم. بخیر سلامت باشین. خیلی ممنون. سلام خوب هستین؟ سلام آقا جان خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ بخیر سلامت باشین. سلامت باشین. میشه اول نام مقبول تونه بر دوستا بگین؟ اسم سهراب ولیزاده است آقا جان. خانه کن از فروشنده‌های بازار آزار تیمورشاهی. بسیار خوب سهراب جان. قبل از دیگه جای دیگه دکان داشتین؟ بله در خود تیمورشاهی داشتیم کار میکردیم. خب بسیار خوب. اینا یک کمک در مورد این بازار بر دوستا بگوین که چطور همه چیز رنج و ارزان میفروشین؟ چون که بازار ارزان است آقا جان قند ما کوشش میکنیم که بر مشتریای خود چیزای ارزان با کیفیت بیاریم. بازار خوب سهولت بر مردم میتونه که بیان در پارک خودم چکر خودم بزنن، سودا خودم بخره. براحتی کدام مشکلات برشون پیش نمیاد. بیری بار از نه ازدحام است. دیگه یعنی کار ما دیگه مسلک ما کوشش میکنیم که بر مردم چیز با کیفیت ارزان خوبتر داریم. بسیار خوب بسیار خوب. در مورد جنس ها بگین برای دوستای جنسایی که میارین یا دیگه کمپانیای برند از هر کدامشون در بازار چند هست؟ شما چند به فروش میرسانین؟ چقدر تخفیف دادین برای دوستا؟ آقا جان ما 50% تخفیف دادیم. کل جای دوستان میتونن که پرسان کنن در هر مال ما 50% تخفیف است. هر کدامش دارای 2 سال 1.5 سال تاریخ داره و 1 سال 1.5 سال اپندیک هم داره که بعد از باز کردنش خراب نمیشه. دیگه یعنی چیزایی است که 50% تخفیف ما است. کل بازار مشتری‌ها میتونن که ببینن چیزای خوب با کیفیت داریم. کلش مالای برند شرکت‌های شناخته شده خارجی است کلشون. بسیار خوب. یعنی دوستا یک نکته خیلی خوب را اشاره کرد براتون که میگه هر کدامشون 2 سال 1.5 سال تاریخ داره. یعنی بعضی دوستا اگر نگران از این باشن که جنسای تاریخ تیر شده هست، این از این بابت دیگه نگرانیشون باید رفع شود. جنسای تاریخ تیر شده نیست، هر کدامشون تاریخ داره و میتونین که بیاین خریداری بکنین. چند روز هستی بازار و شما چند روز میباشین اینجا که دوستا اگر خواستن بیاین خریداری بکنن لوازم آرایشی بتونن مراجعه بکنن پیش؟ ما خو امکان داره تا روز اولی تا ساعت 8:30 بجه یا تا ساعت 9 بجه اولی باشیم. امروز دیگه 21 است تا اولی امکان داره 9 روز دیگه ما اینجا فعالیت کنیم با مردم. بخیر سلامت باشین. خیلی ممنون از شما. تشکر از شما. سلامت باشین. خوش برتون. خب دوستان اینجا هم میوه خشک هست. نیازمندی های هر خانواده در روزی تا خریداری بکنن و با این میوه های خشک از مهماناشون استقبال بکنین که قیمت هایش چند هست و چقدر با بازار تفاوت داره بیشتر از خودشون میشنویم. سلام خوب هستین؟ سلام علیکم. بسین بخیر و تشکر. بخیر. سلامت باشین. نام مقبول چی است؟ نام ما سمسور. سمسور جان. در مورد میوه خشک برای دوستا بگم اینجا که آوردید در ارزان بازار چقدر تخفیف برای دوستا مد نظر گرفته که بیان از پیشتان خریداری بکنن؟ بله چون که از نامش معلوم میشه این بازار به نام ارزان بازار است. ایرا از نرخ‌های بازار کرده پایین‌تر و تقریبا 20% تخفیف میتیم به خاطر که در این روزا که است وضعیت هموطنای ما خوب نیستن. به خاطر که از میوه خشک البته وطنی مستفید شون ما اینجا آوردیم تا به هموطنای خود هم کمک کنیم و ایرا بفروشیم سر. خب بسیار خوب بسیار خوب. اینا هر بستهش دیگه 1 کیلو است دیگه؟ بله کلش 1 کیلو است. پسته 1 کیلوش چند است؟ پسته کیلوش 800 افغانی. 800 افغانی است. یعنی دوستا 100 افغانی از بازار که ارزان‌تر از خوب است بیان استفاده بکنن. بله این مال ما که است این تازه است. البته از دوستا میان که مال شما قیمت‌تر است. به بازار که است در کراچیگاه که انداخته
است او مال ضعیف است و کهنه شده. او را مثال میز است ما 200 میفروشیم اونا میفروشن 150 افغانی 180. ممتا میگن که شما قیمت فروش هستیم به خاطر که مال ما تازه است ما ایرا کمی چیز میفروشیم کمی قیمت میفروشین. بله. یعنی فرق میکنه دیگه کیفیت جنس شما فرق میکنه با اون. بله زیاد فرق میکنه. اگر امی مثلا کشمش در بیرون باشه به نظر خودت مثلا چند سودا میکنن اینجا؟ امیرا در بیرون باشه 300 300 افغانی سودا میکنن. خب بعضی هستن دیگه اون کیفیت رو مد نظر نمیگیره فقط درشون مهم اینمی است که باید ارزان باشه. بله مهم نیست برشان. بله ما پیش گفتم که زیاد دوستا آمدن که گفتن قیمت ها بلند است. این که است مال تازه است او جنس کیفیتش فرق میکنه. مثلا دمی مامیز چند رقم میآید دایی چند رقم میآید دایی چند رقم میآید. اینی کشمش لال هرات میگن لال هرات اینی 400 افغانی است دایی یک رقم میآید که 300 افغانی ماست. مگرم این تفکیک باید ما شما داشته باشین که یک مال اصیل و به کیفیت و بی کیفیت بله فرقش بکنید. بخیر سلامت باشی خیلی ممنون از خودت. سلامت باش مهربانی. خب دوستا شمسور جان برای ما یادآوری کرد زمانی که شما میین در ارزان بازار در کنار قیمت باید کیفیت رو هم مد نظر داشته باشیم. بریم با دوستای دیگه که هم اینجا هستن صحبت بکنیم در مورد اجناسشون ببینیم که دیگه چی چیزا اینجا پیدا میشه. سلام خوب هستین؟ سلام خوب هستی جان جور صحت خوب بخیر؟ بخیر سلامت باشی. اول میشه نامت بر دوستا بگی. اسمم محمد موسی است تخلص سهاگ میکنه از نماینده شرکت شاهان افغان زعفران. بسیار خوب بسیار خوب. شاهان افغان زعفران کمی در مورد این زعفران بر ما بگو. این زعفران ایراد هست از کدام ولایت هست چگونه است کیفیتش؟ شاهان افغان زعفران قسمی که از نم معلوم میشه که از افغانستان است. ای از هرات هستند ما خود ما بسته‌بندی میکنیم شرکت از خود ما هستند و زعفران از هرات هستند. خب بسیار خوب. این دیگه شاید همون زعفران درجه اول ایراد باشه. بله سوپرنگین برش میگه این سوپرنگین زعفران درجه یک هرات هستند. چه قدر هست قیمتش در مورد قیمتش میشه بر دوستا بگین. چند هست؟ قیمت ها پیش بلند بود حالی ارزان بازار ما است و دیگه ماه مبارک رمضان است ما تخفیف دادیم ان شاء الله خوب است مناسب قیمت است مردم خوش میکنه به حساب کیفیت از نگاه جنسیت از نگاه قیمت. قیمت نمیخوای بر دوستا قیمت ما میخوایم بگویم خب دایی خب بازار هستن ان شاء الله ما از دیگه کده تخفیف دادیم خاص به ماه مبارک رمضان ما. بسیار خوب بسیار خوب. خود دکاندارا بعضیاشون از دوستان نمیخواین به قیمت رفاش بکنه ما هم زیاد پشتش نمیگردیم. باز در مورد هیل بگین هیل چطور یم خودتان بسته‌بندی میکنین از کجا است هیل خو از هندوستان است ما خود ما اوجا ایجنسی شما داریم از خود با نام شاهان افغان زعفران در 4 پکیج می شاهانه بنفش شاهانه ابی شاهانه نارنجی شاهانه سیاه این جنسی خود ما از هند میاریم اون نموجا بسته‌بندی میشه این نموجا فروخته در منډی فروخته میشه. بسیار خوب. مردم چگونه از شما تشویق کردن وقتی آمدن محصولات را دیدن از قیمتایتان از اینایتان نظرشان چی بود چی گفتن براتون؟ والا ما بسیار زیاد کمپین کردیم در نمایشگاه دیگه ما اشتراک کرده بودیم ان شاء الله شاهان افغان زعفران شرکت که است این نامش از نام معلوم میشه که از افغان است از هرات هستند و دیگه در نمایشگاه در اعلانات در میدیا مشهور شدن میایجا که میبینه تصویر شاهانه را که میبینه یک قسم تاج باور میشه میگیره میگه شاهانه است میگه ما شاهانه هستند ان شاء الله خریدش خوب هستند مناسب هستند و کیفیتش هم خوبیش است. بخیر سلامت باشین خیلی ممنون. زنده باش تشکر. بخیر باشین تشکر. خب عزیزان دلیوود برنامه امروز ما که از ارزان بازار تیمورشاهی براتون تقدیم کردیم امیدوار هستم که این برنامه رو دیده باشین و همچنان هر آن چیزی که نیاز دارین بیاین اینجا با قیمت خیلی ارزان خریداری بکنین. و یک خبر خوب برای دوستایی است که این بازار تا اول عید ماه مبارک رمضان است
یعنی تا روز عید هم میتونین هر اون چیزی که نیاز داشته باشین بیاین اینجا مراجعه بکنین و با قیمت ارزان خریداری بکنین. شما هم کانال یوتیوب هدف میدیا رو سابسکرایب بکنین، این برنامه را با دوستانتون هم شریک بسازین که اونا هم مثل شما بیاین اینجا استفاده بکنن از محصولات. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.